کاوا جان، دل هنوز به یاد توست، نگاهت هنوز همراه راه ماست. کاش راهی بود بگویم ببخش، کاش صدای ما تا تخت آسمان برسد به تو. که شجاع بودی در تصمیم، نمی ترسیدی از راه تازه و ناآشنا. میز مهمانیات قصه می گفت از مهربانی، غذا زیبا کار دو چنگال با دقت چیده شده، طعمی گذاشتی طعم احترام، وقار و عشق. زندگی بلند، روحی که احساس را دوست داشت، ورزشکار با اخلاق. تا 95 سال پدر و مادرت را زنده کردی. احترام به پدر و مادره فقط کلمه نبود، عمل بود. با قصه هایت بی پایان از کودکی، سربازی و ریشه هایت می گفتی. بابا جان، دل هنوز به یاد توست، نگاهت هنوز همراه راه ماست. کاش راهی بود بگویم ببخش، کاش صدای ما تا تخت آسمان برسد به تو. تا عاشق جسم و جان بودی، روغن ها و کرما از حکمت و در ما. دوستدار مردم صلح خانه، دعا و نغمه های سفرهی جمعه، و هر جمعه سفره پر همان طور که میخواستی. شبها وقتی سر روی بالش میگذارم، به تو فکر میکنم، تنها در سفرم و دلم میسوزد. میآمدم در شبهای شبات تا تنها نباشی، اما هنوز در دلم مانده، شاید میتوانستم بیشتر بهم. بابا جان، تو هنوز در این جای، در دعا، در سفره، در آهنگ خاطره ها.
نسل بعد از ما برای تو کدیش بخوانند، نسل پس از نسل پایان زندگی حقیقت است. و تو برکت شدی و ماندی.